السلام علیکم. از بیروبار کابل میریم او طرف، جایی که سرسبزی باغها او فرمان و در آخر یک افشار کوچک. تا نبودم راه را غلط کردم. راه غلط بود ولی بسیار مقبول و دیدنی راه بود. اگر غلط نمی کردم این رقم نظاره نمی تانستم کده. یک خوبی این سرکی است که در مابین زمین ها رفته، این طرف و طرف درختا و خانه و باغا و همین چیز هست، در مابینش همین سرک است. راهش دقیق برای ما معلوم نیست که چند کیلومتر است، ولی همین راستی برای ما معلوم است، به خاطر که ما پیش هم رفته بودیم. وقتی که برسیم میفهمیم که از کابل چند کیلومتر است. اونجا و کوه که معلوم میشه، اینجا که در کوه داخل میشی بغلای کوه میای تا اینجا، باز اینجا اون طرف دیگه باز در این زمین ها که پایین معلوم نمیشه، در این زمین ها میره. از اینجا دیگه همون تو بالا میریم. همین گولای ها هست دیگه، خب چیز مشکل نیست. از گولای ها باز همون یک دم بالا رفته، به خاطر که اینجا صفحه کم است. اینو تو سیده بالا میشه. کوه یک ذره خطرناک است، به خاطر که سنگ است. اگر یک ذره چی شو شاری دیگه پایین میه. بالا رسیدیم بخیر. پایین خودی که سرسبز بوده، بالا بازی چیز نیست دیگه، نه هوا است نه آبادی است، هیچ چیز هم نیست. به خاطر زو همون تو چی است، یک دشت است.
کردیم. اینجا خورا غلط کردیم، دور خوردیم این طرف. اینجا باز معلوم میشه سه کار دو طرف درخت هست، کل سایه است سر سرک. نما بین زنمی درخت ها دیگه سرک است رفته برو. بریم بخیر از اینجا دیگه پیش. زندگی قریه بسیار خوشم میاد، به خاطر هوای پاک، به خاطر آب پاک، به خاطر ساحه سرسبز و منظم. دیگه پاک هستی باز در قریه می باشه. و در چی که هست دیگه در شهر و بیروبار و شور و موترها و پنگ و تنگش زیاد است. در قریه باز گپا نیست دیگه. صاف سوتره هوا، صاف سوتره مردم. در شهر که هست چیزای سهولت ها هست در شهر، ولی که کار جور باشه در قریه دیگه با زندگی دیگه رقم مزیدار می باشه. این نظاره را چک کنین. رسیدیم بخیر به نجراب. موتورسیکل اونجا استاد کردم به پارکینگ والا. ما میریم همه تو پیش دیگه طرف چی تمام راه به سنگاس تا که افشار میرسیم. به سنگا باید بریم. این دسته برازین رو بده و بو بغل که زنده از اینجا که است از بالا ها میاد. خب یخ هواست، خب صحیح یخ هواست باشه هست که بازی هم میکنه. و این طرف که چقدر میبینی کلش سنگ است، تا آخر همون سنگ است. و بالای زی خانه است، قریه است، مردم است. و دو دفعه که ما آمده بودیم کتندوالا ما بازی کردیم اینجا. آبش بسیار یخ است، خب صحیح یخ هواست. اینجا غرپام جور شده به خاطر ششتن و دیگتن دکان هم است. او ما و جسموس و بسکت کسی خریداری میکنه. مطلب یک چیز ضرورت هم برای پیدا میشه اینجا. سابق نبوده آبی جور کرده یا خوب است به خاطر جور مردم اون بالا هم میشته به سر کو میره. اینه تو رای رفتنش هست، یعنی قریه آمدن هم همین رقم هست و رفتنش هم رایش این رقم خراب است که یک ذره احتیاط باید بودی که نفتی. از اینجا حرکت کردم میریم بخیر. پس
بخاطر که زیاد راست 124 کیلو سو 124 کیلومتر بود یا 122 کیلومتر راه بود دیگه تا کابل. زیاد راست که با وقت بخیر برسه. اینی راست که مردم روان است، کسی میاد کسی میره. فعلا خوب زیاد نفر است روان هستن.